همراهند. با یگان جوربیش، کلتریش، کوسریش، جاهل ریش، نمیدونم جیرریش، یک بار دیگر تاکید میکنم به همه دامله ها از منطقه کلوب تا به بدخشان. و پیش از آنه که من با اون بدبخت ملعون زردشت گپ زنم، من اول امین دعوتگرا و داعیای دینی که دعوا از دین میکنن، امین ها را اول خطاب من بر امین هاست، بعدن به اون زردشت ملعون. داملا عبدالرحیم قزاقانی اول برای خودت بیچاره خار و زار، حاجی میرزا چرا نمیخیزی گپ نمیزنی؟ چرا دفاع از دینت نمیکنی؟ آیا تا امروز میگفته حکمی الله و حکمی رسول را هیچ کس پایمال نکرده است؟ امروز آشکارا تحقیر و بهتان در دین شما میکنن. درود به شما بیارم. این صبح وقتی که فیسبوک رو شدم، داملا عبدالرحیم گفتنی یک برادری جاروبریش، ابلهریش به زردوشت طعن میگفت، خراب میداد، مجوس میگفت. و یک بار دیگر با این داملا و با دلخواه داملاهای دیگر تاکید میکنم که با گذشتگان ما نرسید، و گذشتگان ما اهانت نوارد. حضرت محمد پدرش کافر بود، هیچ چیز نمیگفت و در بهشت اونها همراه هم. با یگان جوربیش، کلتریش، کوسریش، جاهل ریش، نمیدونم جیرریش، کوسریش کسی امکان نداده است که گذشتگان ما را حقارت بیارد. یک بار دیگر تاکید میکنم به همه دامله ها از منطقه کلوب تا به بدخشان، هر کسی که دیگر به زردوشت اهانت، حقارت، درشتی، دغلی، تحقیر و تهمت میزند، من به سود مراجعه میکنم و وجدانشان بسوزد اون نفرانی که به گذشتگان ما نخست پیامبری به شریعت زردشت است، نخست کتاب آسمانی اوستا است. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله و ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان الله. امروز دین اسلام امروز در دست یک شخصیت ها و در دست انسان های زده است که سبحان الله ریپریستا، مرتدها و هر منافق و فاسق و کافر میخیزه در دین اسلام، قانون میبراره و از دین اسلام گپ میزنه و هر کسی، هر حجوج و مجوج برآمده است به نام خودش دعوتگر و طالب علم گرفته است، سبحان الله، و از دین گپ میزنه و هر ملعون و بدبخت. و یک ویدیو را نگاه کردم که یک زردوشت، یک مجوس، یک آتش پرست، یک ملعون سخنرانی میکنه و در اونجا خطاب میکنه، یک عبدالرحیم، داملا عبدالرحیم قزاقانی را خطاب میکنه و اونجا فقط یک داملا عبدالرحیم قزاقانی را خطاب نمیکنه و این بدبخت ملعون همه برادرای مسلمان و خصوصا رجدارا میگه و چی میگه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و برادرای اسلام و موحدین. و پیش از آنه که من با اون بدبخت ملعون زردشت گپ زنم، من اول امین دعوتگرا و داعیای دینی که دعوا از دین میکنن، امین ها را اول خطاب من بر امین هاست، بعدن به اون زردشت ملعون. داملا عبدالرحیم قزاقانی اول برای خودت، داملا عبدالرحیم قزاقانی بیچاره خار و زار، حاجی میرزا، داملا معین الدین امید، هاری میرزای محمد جانی، محمود جانی، تو بدبخت جانی، مرتد جانی، خصوصا محمد شریف عبدالعلیمی، چرا نمیخیزی گپ نمیزنی؟ چرا دفاع از دینت نمیکنی؟ آیا تا امروز میگفته
حکمی الله و حکمی رسول را هیچ کس پایمال نکرده است. امروز آشکارا تحقیر و بهتان در دین شما میکنن. آیا این مگر بس نیست؟ آیا مگر این شما نمیشنوی؟ آیا این را شما نمیشنوی؟ مگر گوشهای شما پرده گرفتن کر شده؟ محمد شریفی عبدالعلیم وقتی که برای شما برادران اهل سنت وقتی که دلیل ها میارند، وقتی که گپ میزنند، شما بدبخت ها در 1 منوت 10 ویدیو 20 ویدیو بر ضد اون برادرها و بر ضد اون مسلمان ها شما چکار میکنه؟ ردیه میده و آوازتون بلند است، داد میزنه و لقب های هر چیز میده. خوارج چی میگه؟ چرا یک مجوس کنیست؟ این خیلی این مجوس این یک مجوس کنیست؟ این خیلی این مجوس ملعون به حد بسیار است بر ضد اسلام گپ میزنن و مسلمان ها را در همه اینجا شب و روز شکنجه میکنن. چرا شما سکوت هستی؟ زیرا شما در باطل هستی، زیرا شما در دل تو شک و شبهه داره که مبادا که سخنهای وی راستن یا دروغ، زیرا شما از حق دعوا کردن نمیتونه. یک مجوس بدبخت، یک زردشت ملعون به خاطر دین باطل مجوسی مشرکیش میخیزه آشکارا ناترس گپ میزنه. شما بدبختا به خاطر دین اسلامتون، به خاطر دینتون سکوت اختیار مینه، گپ نمیزنه. حاجی میرزا تو گجا شدی، کافر نگو، مجوس میگد گپ نزن، از کلاب تا بدخشان گپ نزن. چرا تو گپ نمیزنی؟ چرا تو گپ نمیزنی؟ چرا تو امروز سکوت هستی؟ چرا سکوت هستی ای دامله های تاجیکستان؟ چرا شما سکوت هستی؟ آیا امروز یک برادر طالبین مگر سخن کنه شما دعوه و ردیه میدی و دعوه در اون برادر تهمت ها و بهتان ها میزنید؟ اما وقتی که این دشمنان دین اینها گپ میزنن شما همه وقت سکوت هستی. شما سکوت هی شما و کذابی و منافقی شما اما وقت روزد که یک ملعون بدبخت گشون وی کافر بیشک بد بازار صابر بد، وقتی که وی الله و رسول شه و پیامبران همشه به یک بدبخت شوکت به یک مرد کافر برابر نکرد، شما هم وقت سکوت کرده. شما هم وقت بدبخت بده و بدبخت شده. شما کی از دین الله نصرت دین الله همینه و کی دفاع از دین میکنه؟ آیا با امون ده شعر خواندنتون شما دین اسلام پیش بردنیه؟ آیا که حاجی میرزا میگوی که وقتی اون داملا عبدالقادری شاعری گد میگوی که در شما به فکر من که دل رنجاندن گناه دل این زردشت هم نرنجانه، برای شما شعر داره که همه قرآن بسوز و مقصد کعبه را همه را بسوز، نه که دل نرنجانه. شما که من شعر دلیل گرفته میگوی که اون قرآن سوزی چی گناه نیست، اول یک مقصد که چی را یک ریشه گفته هیچی نیست دلش نرنجه. بدبختا شما بنامین گمراهیتون بنامی چیتون امروز از دست شما وارین ایشان ها و ملا ها و بنام عنوان داده عالم ها. مسلمان ها در زندان هاند، مسلمان ها در شکنجه و غضابند و این مرتد ها مشرک ها رقاصه ها فاحشه ها کافر ها خیستن گپ میزنن ناترس آشکارا. مسلمان در هر جا شکنجه است، مسلمان در هر جا بیچاره تای عذاب شکنجه است. از دست شما بر این چیاره ملاها را گجاش داملا عبدالرحیمی قزاقانی گجا هستی، بخیز دفاع کن از دین، دفاع کن خطیب از خود چرا دفاع نمینی؟ زیرا شما زبان کلته، زیرا شما دنبال دویده تا دو پاره پرچنان بیاوه که از شکنباتو نمونه. از حق روی گردانیده، وقتی که از حق روی گردانیده پس عاقبتش همین است، نتیجهش همین است. و برای برادران موحد و برادران مسلمانم واقعیم ای برادرهای مسلمان بیدار شوید تا که از قفای این خیلی گمراه ها میدوی، تا که این خیلی گمراه های جاهله که از دین دفاع نمیکنن شما حضرت گفته و ملا گفته میگرده. تا که بیدار شوی از دین دفاع کنی، آنها که سکوت کرد شما برادرها خیزی بیدار شوی و از دین دفاع کنی.
نصرت دین الله کنه تا الله عزوجل نصرت کنه. امروز رقاصش، کافرش، فاسقش، مرتدش، ملعونش، مشرکش، مجوسش میخیزه آشکارا ناترسا از دین باطلش.